سلام، امیدوارم که حال همتون خیلی خیلی خوب باشه. خوشبختانه اردیبهشت خیلی سردی رو داریم میگذرونیم و هنوز میشه از ژاکت و کلاه بافتنی استفاده کرد. 4 فصلمون رو داریم توی روزها تجربه میکنیم و امروز میریم که ادامه تاریخ فشن در اروپا رو داشته باشیم که نوبت قرن 14. قبل از هر چیزی بچه ها، این چیزایی که من دارم بهتون آموزش میدم، ویدیوشو درست میکنم و میذارم، چیزایی که خب بیرون توی کلاس ها درس میدم و یک حالا من پول میگیرم بابتش. برای این چیزایی که برای دانش آموزان فشن لازمه و حالا برای آدم هایی که مشتاقن هم شاید جالب باشه که بدونن. بنابراین اگه کسی رو میشناسین که رشتهش فشنه و داره درس طراحی لباس رو توی هر شاخهش میخونه، ممنون میشم که پیج منو بهش معرفی بکنید که تئوری رو خیلی کاملتر و بدون هزینه بتونه اینجا راحت نگاه بکنه و ازش استفاده بکنه. و لایک و سابسکرایب و فلان اینو بهتون نره. پیج اینستاگرام هم براتون میذارم و اگر که دوست داشتین اونجا هم من رو فالو بکنید. بریم که شروع بکنیم. فشن توی قرن 14 آغاز دوره‌ای بوده که مردم اومدن به لباس‌ها الگوهای متفاوتی دادن و آزمون خطاهاشون رو شروع کردن که بتونن به شکل‌های جدیدی از لباس دست پیدا بکنن. یه آقایی به نام جیمز لاور که تاریخدان لباس هسته شغلش، اومده گفته که از اواسط قرن 14 به بعد ظهور فشن توی لباس بوده. یعنی تا قبل از اون کسی شاید اونقدر حالا به فرم لباس ها و اینا دقت نمی کردن، صرفا اگه کاری با لباس می کردن، اندازه رو تغییر می دادن، به خاطر نشون دادن جایگاه اون آدم توی جامعه بوده که اینو خیلی راجع بهش صحبت کردیم، قطعا همتون تا الان میدونید. ولی از این قرن حتی توی لباس عموم مردم و سطح پایین تر هم دیگه میشد که یعنی فشن رو یکم لمس کردش به قول معروف. بعد درس های مستقیم لباس که تا این موقع بودن، یعنی تا این موقع لباس ها همشون راست دوز بودن، درسای خیلی خیلی ساده داشتن و از این قرن اومدن درس های یکم منحنی تر به لباس ها دادن که لباس ها بیشتر شکل بدن انسان رو بگیرن و بیشتر متناسب با شخصی که داره اون لباس رو میپوشه با بدن اون باشن و اینا. و همچنین چون که توی این قرن شروع کردن از بند و دکمه توی لباس خیلی استفاده کردن، لباسشون کلا بیشتر شبیه لباس شد. بخوام ساده تر بهتون بگم، تو طول قرن 14 یعنی از اول تا آخرش یه چیزی که خیلی مشهود بود و به چشم می اومد این بودش که مردها از پوشیدن پیرنهای یکسره‌ای که بلند بود کم کم دست برداشتن. یعنی کم کم اون پیرن اول شروع کرد به کوتاه شدن که طولش کوتاه میشد حتی برای افراد پولدار و جایگاه بالای جامعه. و دیگه به آخرای قرن که رسیدن، مردم کلا اون پیرنها رو به عنوان فقط بالاتنه میپوشیدن و پایین تنهشون حالا از دامن بود، از همون جورابایی که دور پا میپیچید یا همه اینا. یعنی این دوتا رو از همدیگه تقریبا مجزا کردن که این هم یکی از تغییرات خیلی بزرگ قرن 14 بود. منسوجات پشم به خاطر اینکه خیلی خوب رنگ میگرفت و عایق خیلی خوبی بود، مهمترین پارچه‌ای بود که اینا توی لباساشون استفاده میکردن. یعنی اکثر لباس ها موقع از پشم بوده به خاطر این خصوصیاتی که داشته و زیاد در دسترس بوده و ارزون بوده. و توی قرن 14 عصر یخبندان کوچیک آغاز شده بود و چون که مردم خب نه عایق پنجره داشتن نه اونقدر امکاناتی داشتن که بتونن خونه هاشون رو گرم بکنن، خیلی بیشتر به پشم رو آوردن به خاطر فرار از سرما. و این باعث شد که تجارت پشم از انگلستان تا ایتالیا و سر تا سر اروپا خیلی رایج بشه و جزو درآمدهای اصلیشون و تجارت اصلیشون باشه. و کلا به خاطر اینکه از قرن قبل هم گفته بودیم که لباسا خیلی گرون بودن، حتی افراد پولدار هم اونقدر نمیتونستن بخرن، این قرن هم تقریبا همین بود. و حتی کارمندهای عالی رتبه، حالا نه اشرافزاده و اینا،
ولی مثلا عموم مردم که حتی جایگاه بالایی هم داشتن معمولا در سال یه دست لباس رو به عنوان پاداش کارشون، حالا عیدی و فلان و اینا، بهشون اهدا میکردن که حالا تنوعشون میشد صرفا لباسایی که از سالهای قبل داشتن اگر که خراب نشده بود. چاپ چوبی توی این قرن خیلی رایج شد و خیلی ازش استفاده میکردن که یک ترفند خیلی 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 ساده و ابتدایی چاپ سیلک الان حساب میشه که دستی و اینا، ولی این کار رو میکردن و این رو هم تاریخدانان فشن اومدن گفتن که ما اینو از روی دست نوشته ها بیشتر فهمیدیم، به خاطر اینکه همینطوریش خب چاپ چوبی روی پارچه کار سختی بود. بعد افرادی که اون دوره نقاش بودن و تصاویر رو ثبت میکردن اون طرحهای دیگه خیلی ریزی روی پارچه رو حوصله نداشتن توی نقاشیاشون بکشن. بنابراین از آثاری که اون دوره به جا مونده و باستانشناسا کشف کردن خیلی از این چاپ چوبی اصلا نیستش توی اون نقاشی‌ها، ولی توی دست نوشته هاشون این ترفند و روش رو پیدا کردن، راجبش خوندن و این اطلاعات رو به ما دادن که احتمال زیاد این چاپ توی اون قرن خیلی رایج بوده و زیاد استفاده می شده، ولی نقاشا حوصله‌اش رو نداشتن. و همون گلدوزی با نخ طلا و ابریشم و فلان و اینا توی خاندان‌های سلطنتی هنوز بود و توی نقاشی‌هاشون هم بود، چون احتمالاً هزینه بیشتری میدادن که توی نقاشی‌هاشون از این کارو بکنن. بعد ادوارد سوم که پادشاه اون دوران بوده توی برج لندن یه کارگاهی تأسیس کرده بود که لباس‌هایی که خودش و همسرش که ملکه اون موقع بوده رو کلا اونجا درست میکردن که اکثرش با مخمل قرمز بوده و یه متنی هم آورده که خیلی ادبیه و راجع به لباس‌های اون موقعشون مثلا توصیف کرده، ولی از اونجایی که خیلی کلمات قلمبه سلمبه داره و اینا، صرفا اینطوری بوده که گلدوزی‌های نقره‌ای زیاد داشته، روی لباساشون طرح عقاب با مروارید و نخ طلا میکشیدن و یه نوشته هم داشتن که احتمالاً لاتین بوده که من نمیگم نوشتهشو چون احتمالاً تلفظش رو اشتباه میگم، ولی معنیش این بوده که شرم برای کسی که بد فکر بکنه یا فکر بد داشته باشه. جفتشو به من داد، نمیدونم کدومش درسته و اینو توی اون توصیف دست‌نوشته‌هایی که از اون موقع پیدا کردن این توصیف رو از اونجا در آوردن که لباساشون این مدلی توی لندن پادشاه ادوارد سوم توصیف کرده بوده. خب همونطور که پشم از همه بیشتر استفاده می شده و قیمتش به صرفه تر بود و اینا، مثل قرن قبل ابریشم از همه گرونتر و خب بهترین پارچه بوده که توی شمال اروپا یک کالای خیلی لوکس وارداتی بیشتر حساب می شده، با اینکه ما میدونیم که یاد گرفته بودن ابریشم رو تولید بکنن اینا، ولی هنوز بخش زیادیش رو واردات میکردن. بعد حالا اگه میخواستن از داخل اروپا بگیرن از ایتالیا میگرفتن، چون که ابریشم‌های ایتالیایی هم توی اون دوره یه الگوهایی روش داشت که حالا من اگه عکسش رو پیدا کنم براتون میذارم که طرح‌های دایره همش روش بود یا طرح حیوانات بود، یعنی توی این قرن تونسته بودن ابریشم رو طرحدار تولید بکنن و بقیه‌اش هم که از ابریشم بافی‌های عثمانی در بورسا و دورترین حالتش هم از سلسله یوان چین که از طریق جاده ابریشم بود از اونا خرید میکردن و واردات میکردن. یه چیز خیلی جذابی که توی قرن 14 توی اروپا ترند شده بود یه لباسهایی بود که بهش میپارتی میگفتن و اینطوری بودش که برای مردان هم بیشتر استفاده میشد، برای آقایون که حالا اون تونیک و پیرن و هر چیزی که به عنوان لباس میپوشیدن جلوش رو از یه رنگ پارچه استفاده میکردن و پشتش رو از یه رنگ پارچه دیگه استفاده میکردن که خب خیلی تحول بزرگی توی لباس توی اون زمان حساب میشده و توی دربار انگلیس هم خیلی محبوبیت بیش از حدی داشته، بیشتر از همه جا، و توی جاهای دیگه هم حتی اگه از این لباسه استفاده نمی‌کردن یا از این ترنده توی لباسهای بالاتنشون استفاده نمی‌کردن،
خیلی ها چیز میکردن، همون نوارهایی که با عنوان جوراب و شلوار دور پا پیچیده میشد، هر پاشون رو یه رنگ استفاده میکردن که به نظر من خیلی خیلی جذابه. توی این قرن پارچه های شطرنجی و چهارخونه هم خیلی محبوبیت پیدا کرده بودن و ازشون استفاده میشد. توی محراب کلیسای سنت وینسنت توی کاتالونیا یه تصویری گذاشتن از این قرن، یه نقاشی گذاشتن هستش، یعنی که لباس یا یه سری لباسا بوده، حالا جلوتر اینو کامل براتون توضیح میدم، به اسم کوتاردی که اسم همون تونیک و پیرهناشون توی اون زمان بوده، چون ما میدونیم که خیلی از لباسا شکلشون اونقدر تغییر نکرده ولی اسمشون خیلی تغییر کرده. حالا این لباسایی که تصویرش اونجا هست یه طرفش رنگ قهوه‌ای مایل به قرمزه یا همون آجوریه و یه طرف دیگهش هم شطرنجیه و این همون ترندیه که بهتون گفتم خیلی مد شده بود که تصویرش رو اینجا گذاشتن. و یه سری هم بقایای پارچه‌های پشمی چهارخونه رو توی لندن پیدا کردن که حالا بر اساس چیزایی که بلدن که تاریخش رو پیدا میکنن ادعا کردن که مربوط به قرن 14 همه. اگه یادتون باشه توی فشن قرن 12 راجع به خز صحبت کردیم با هم که خز رو توی لایه داخلی لباس و به عنوان آستر استفاده میکردن که گرمای بیشتری داشته باشه و توی این قرن هم همینه. حالا چیزهایی که اضافه کردن بهش، خزهایی که توی این قرن اضافه شده که خیلی هم گرون بوده، اول از همه خز گربه بوده که نمیدونم واقعا چند تا گربه رو باید بکشن تا ازش شنل درست کنن، خیلی ناراحت کننده است. گرونترینش گربه بوده و بعدش خرگوش و بعدش در ادامه همون خز سنجاب و اینا رو آورده بود که اینا رو کامل براتون توضیح دادم، دوباره تکرارشون نمی کنم. میتونید فشن توی قرن 6 تا 12 رو ببینید. و چیزهایی که اضافه شده یه خز سفید با لبه های خاکستری بوده که بهش مینیور میگفتن که از سمور اینو درست میکردن و معمولا حالا پادشاه هاشون و دیگه افراد خیلی بالا رتبهشون شنل های خز تمام سفید داشتن که از همین سمور رو اینا میگرفتن درست میکردن و دومشون که مشکی بوده حالا یا برای حاشیه کار یا حتی برای لوازم تزئینی به غیر از لباس استفاده میکردن. کلا من چون خیلی مدافع حقوق حیواناتم این بخشا رو دوست ندارم. برای پوشوندن پاهاشون هم از همون چازز و جوراب‌هایی که توی قرن 13 مد شد که یه تیکش میکردن و اینا، از اونا استفاده میکردن که توضیح کاملش رو دادیم. ولی یه کاری که توی این قرن انجام دادن و یه تحولی توی حداقل جوراب‌هاشون شد این بود که همون پارچه های لوله‌ای رو که به عنوان هم جوراب و هم شلوار میپوشیدن اومدن زیرش رو یه کفه خیلی ساده چرمی دادن که وقتی میپوشن اون خودشون پایین به عنوان کفش بتونه استفاده بشه که دیگه کفش پاشون نکنن. و لباسشون هم به خاطر اینکه خیلی کوتاه شده بود تا آخر قرن دیگه مجبور بودن که حتما برای پایین تنشون یه فکری بکنن و لباس بپوشن. و این جوراب ها بالاش که شل بود و اینا عموما به اون زیر شلواری که حالا به عنوان شورت میپوشیدن که لنگ بود و دورشون پیچیده میشد با تسمه یا کمربند به اون وصلش میکردن. یه آیتم لباسی دیگه که توی این قرن اومدش و خیلی قشنگ بود و نشون یعنی نمایش دهنده کت هایی که الان آقایون میپوشن، حالا کت، سویشرت یا هر چیزی که روی لباس میپوشن بود، یه آیتمی بود به اسم دوبلت که یه حالا ژاکتی با یه الگوی البته خیلی ساده تر شما در نظر بگیرید که دکمه میخورد جلوش و این رو روی همون حالا پیراهن های تا باسن و اینا و اون شلوارها و جوراب هاشون میپوشیدن که قد اینها هم تا روی باسن بود. اسمش رو توی انگلستان همون دوبلت میگفتن، توی کشورهای دیگه حالا اینجا دقیقا مشخص نکرده
ولی همین لباس و با همین الگو و اینا، همین کوتاردیو بهش میگفتن، پورپوینت بهش میگفتن، ژاکتا میگفتن که این احتمالاً برای اسپانیا و ژوبون که این هم برای فرانسه است. دوتا رو چون یکم بلدم میدونم، ولی اون دوتای دیگر نمیدونم دقیقا توی کدوم کشور استفاده میشده، ولی صرفا اسمشون فرق داشته، خود لباس یکی بوده. توی حالا فصلهای زمستون و جاهایی که خیلی سرد بود و اینا هم روی همه اینا، یعنی روی پیراهن، شلوارهایی که دور پا پیچیده میشد و روی اون دوبلتشون عبا یا تونیک میپوشیدن، یا همون حالا شنل خیلی گرم و اینا که از پشم بوده معمولا. بعد بعضی وقتا باهاش هود هم میپوشیدن اگه میخواستن سوار اسب بشن جایی برن، یا اگه دیگه خیلی سرد بود. و خدمتکارا و مردان کارگرشن، کارگر اون موقع هم اون ژاکت هاشون، یعنی دوبلت هاشون رو طولش بعضی وقتا بلندتر بود که دیگه شلوار نپوشن چون معمولا خیلی کار میکردن. ولی کلا همونطور که گفتیم ترند این قرن این بودش که قد لباس برای همه طبقات جامعه کلا کوتاه بشه و دیگه اون بلندی کوتاهی و تضاد طبقات اجتماعی توی اندازه لباس رو نداشتیم. با وجود این ترند هایی که گفتیم و لباس هایی که توضیح دادیم که حالا توی این قرن یا متفاوت شدن یا اختراع شدن جدید و اینا، یه سری مجسمه هایی که از درباریان پیدا کردن مخصوصا توی فرانسه اینو نشون میده که اون دوبلته رو تنشون نیست و صرفا همون تونیکی که خیلی کوتاه شده تنشونه و حتی برای یعنی پایین تنشون هم فکر آنچنانی نکردن و یعنی یک جوری نشون دادن، حالا نمیدونیم واقعا 10 قرن پیش چه جوری بوده، ولی توی یه وقایع نگاری آوردن اینو، وقایع نگاری فرانسوی که توی مثلا حدود سال 1350 مردان به ویژه نجیب زاده ها و حالا افرادی که نزدیک اینا بودن تونیک هایی می پوشیدن که به قدری تنگ و کوتاه بود که ما تازه میفهمیدیم که چه فروتنی رو از ما پنهان میکنن و این برای مردم خیلی شگفت انگیز بود. اینو توی اون دست‌نوشته از سال اون موقع آوردن و چیزی که حالا باستانشناسا و تاریخ‌دانان فشن اومدن راجع به نظر دادن و نقدش کردن اینه که احتمالا این حالتشون از لباس‌های نظامی جنگ‌های صلیبی 2 قرن پیش نشأت گرفته که خب اونا لباس‌های کوتاه می‌پوشیدن برای اینکه راحت جنگ بکنن، ولی زیر اون خب یه فکری می‌کردن، دامن‌های چیز می‌پوشیدن، فلزی میپوشیدن، حصیر فلزی که خب توی جنگ و اینا ازشون دفاع بکنه و اینا اون آیتم های نظامیش رو حذف کرده بودن ولی متاسفانه جایگزینی براش نذاشته بودن. بعد یه چیز دیگه هم که توی این زمان ها بوده اینه که همه مردها و حالا زنها که جلوتر بهشون میرسیم از اون کیف های چرمی و اینا هنوز استفاده میکردن، چون که هنوز تونیک ها جیب نداشتن. تحت هیچ شرایطی توی این زمان هیچ تونیک و هیچ لباسی جیب نداشته، بنابراین همشون یه کیف حتی کوچکترین سایز هم بوده داشتن که حالا سکه ها و لوازمشون و اینا رو بتونن با خودشون راحت حمل بکنن. یه لباس جدید دیگه هم توی این زمان ساخته شد که اسمش هوپلند بود، ولی هولوش سال 1380 یعنی اواخر قرن 14 این لباس درست شد و کم کم داشت ترند میشد و اوج محبوبیتش توی قرن بعدی بود. ولی یه چیز کلی ازش بخوایم بگیم، یه عبایی بود که از روی شونه ها می افتاد، یعنی چون روی لباس ها پوشیده می شد عبا از روی بازو تقریبا شروع می شد، آستین های خیلی خیلی حجیم و پرپارچه و این مدلی داشت و یه یقه خیلی بلند داشت که اینو درباره انگلیس خیلی دوست داشتن. توی طول قرن 14 کلن کلاها خیلی شروع کردن به پیچیده شدن و فشنی شدن و تغییر کردن و اینا و اولینش که شپرون بود که جلسه قبل کامل راجبش توضیح دادیم، از یه کلاه خیلی ساده و کوچیکی که پشت سر گذاشته میشد و اینا
تبدیل به یک کلاه با الگوی خیلی پیچیده شد که از قسمت شروع صورت دیگه روی سرشون قرار میدادن و این حالا یکم جلوتر بر زناشون هم توضیح میدیم که این قرن کلا خیلی کلاها پیشرفت چشمگیری داشتن. تا قبل این قرن همونطور که قبلا توضیح داده بودیم معمولا کمربندهاشون و آقایون قسمت زیر کمر و روی شکم میبستن، ولی توی نیمه دوم قرن 14 مد این شد که کمربندهاشون رو روی باسن و خیلی خیلی سفت میبستن. حالا چراشو نمیدونم، دلیل نیاوردن و اگر که حالا خنجری داشتن، کیف چرمی هم داشتن، به این کمربنده آویزون میکردن. اما توی یه سری عکس‌ها، یه سری بقایایی که پیدا کردن، یه سری کیف‌های چرمی که بند هم داره کشف شده که اینو به صورت مورب روی شونه‌هاشون مینداختن. خب حالا یکم بریم راجع به لباس خانوم‌ها توی این قرن صحبت بکنیم که تا یه جایش با قرن قبلش فرقی نداشته. لباس‌های کتان یا پشمی میپوشیدن، همون شمیز و اسموک و اینا که توضیح داده بودیم توی زیرین ترین لایه‌ای که میپوشیدن، یعنی اول از همه اینا رو میپوشیدن به عنوان پلیس. و یه سریاشون از اصطلاحی که گفتن کمربند سینه‌ای یا بند سینه که خب نمونه‌های اولیه ستوئن‌هایی که ما الان میپوشیم از اونا استفاده میکردن. همون جوراب‌های حالا یا لوله یا پارچه‌ای که دور پا پیچیده میشه رو زنان هم داشتن، ولی چیزی که ادعا دارن اینه که این جوراب‌های زنها معمولا دیگه بلندترین حالتش تا زانو بود و مثل مردها نبودش که تا مثلا بالای رونشون بیاد و وصل بشه به بالا تنشون، به خاطر اینکه خانم‌ها لباساشون کوتاه نشده و میتونستن جوراب‌های تا زانو بپوشن. خب یه چیز جالبی که به عنوان پرانتز این وسط میشه گفت اینه که توی حالا وقایع تاریخی که پیدا کردن و همه اینا، اینه که هم خانوما هم آقایون و توی هر طبقه اجتماعی کلا برهنه میخوابیدن و چیزی به عنوان لباس خواب یا لباس راحتی از قرن 16 هم اختراع شد و تا قبل از این همچین کانسپتی براشون وجود نداشته. و فقط حالا طبق حدسایی که زدن و چیزایی که پیدا کردن اینه که خانم‌های متأهل اون شمیز خودشونو که بیرون میپوشیدن معمولا فقط همونو توی رخت خواب هم میپوشیدن که به نوعی نشانه حالا تواضع و تقوا و شرم و حیا و اینا باشه، که به نظر من باید برعکس باشه. منطقه من میگه که دختره مجرد باید اینو داشته باشن، ولی حالا این مدلی بوده. و یه سری از افراد حالا فقیرتر، هم زن هم مرد، اونا هم مثلا اولین لایه لباسشون بولیزاشونو به خاطر اینکه خیلی خونه هاشون سرد بود و اینا توی زمستون میپوشیدن. ولی اون پرانتز اینه که هنوز کانسپت لباس خواب نه توی این قرن و نه توی قرن بعدی وجود نداره و تازه از قرن 16 هم اختراع میشه. خب خانم ها روی اون شمیزشون که لایه اولی بود یه لباس گشاد دیگه به نام کت یا کرتل میپوشیدن که اینا رو هم قبلا توضیح دادیم، فرقی نکرده. قدش هم تا مچ پا یا رو زمین بوده و حتی توی مراسم هاشون روی زمین کشیده میشده، یعنی خیلی دنباله دارتر میشده. و توی این قرن اومدن قسمت دامن رو، یعنی همون لباس مثلا یه پیرهن صاف بلند بوده با یک پارچه های مستطیل یا مثلثی که فقط به کمرش اضافه میکردن برای اینکه حجم بالا تنش رو تغییر ندن، اومدن برای مثلا حالا افراد پولدار و مراسم های خاص و فلان این دامن رو یکم حجیم کردن که شکل قشنگتری پیدا کنه، ولی دو تیکش اصلا نکردن. و آستین هاشون هم بلند و جذب بوده که اکثرا تا مچ دست می اومده و حتی برای بعضی ها تا پایین تر هم می اومده که حتی بند انگشتاشون رو هم بپوشونه. روی حالا این شمیز و کت و همه اینا شنل های مختلفی هم داشتن خانم ها مثل آقایون که بپوشن، که اونا هم نام های خیلی مختلفی داشتن، اما اصلش همون کت هاردی که برای آقایون استفاده میشد برای خانم ها هم استفاده میشد. و شنل یه جوری بود که خب آستیناش آویزون بود، چون اصلا چیزی به اسم آستین نداشتش، همون درزی که از زیر میخورد باعث میشد که این شنل یه تیکه شبیه آستین بشه. و اکثر وقتا با یه کمربند جواهر کاری شده یا فلز کاری شده، حالا بسته به سطح مالی، با اون میبستن و نگهش میداشتن.
توی طول قرن اون قسمت آویزون آستینشون، یعنی قسمتی که با عنوان آستین آویزون بود، به مرور زمان جذب‌تر و بلندتر شد، یعنی درزا رو بالاتر می آوردن و حالا طول پارچه رو بیشتر می گرفتن که این آستین بلندتر و تنگتر بشه و اسمش رو هم اسم اون آستین رو تیپت گذاشته بودن که حتی آخرهای قرن یه سری الگوسازی براش کرده بودن که سر آستینشون به شکل برگ یا به شکل مثلا هلال گل و اینا اون شکلی آویزون بشه. و همونطور که توی قرن قبل گفتیم و قبل از اون هم اشاره کرده بودیم، لباس و استایل خانوم ها در قرون وسطا که اینا هست بدون سرپوش کامل نمیشه، که سرپوششون هم حالا جلوتر اون توضیحات هیجان انگیزی که گفته بودم و بهتون میدم، ولی خیلی گزینه های زیادی مخصوصا توی این قرن داشتن، از کلاه حصیری گرفته تا هود و چیزهای خیلی جدیدتری که اختراع شد. اما توی این قرن اومدن گفتن که یعنی برای هر شغل و هر جایگاهی برای زنان تو جامعه یه سرپوشی رو تعریف کردن و اینطوری بودن که شما فقط اجازه دارید که از اینها استفاده بکنید. حالا قطعا افراد بالاتر انتخاب‌های بیشتری داشتن و انتخاب‌های خاص‌تری داشتن، ولی اون کلاه‌های حصیری و فلان و اینا برای زن‌های پایین جامعه، یک اینکه اجباری بود، دو اینکه مدلش رو خودشون، یعنی خود جامعه تعیین می‌کرد، خود فرد تعیین نمی‌کرد. خب همونطور که گفتیم قرن 14 و بعدش هم 15 شروع یه سری کلاه‌های خیلی پیچیده و عجیب غریب بودن که یه سریاشون رول‌های بالشتکدار بودن که اینو فکر کنم با عکس بهتر درکش بکنید و کلاً سرهای تزیین شده خانوم‌ها به هر شکلی توی اروپا و مخصوصا انگلیس، حالا به گفته خودشون خیلی شهر رو زیبا و چشم نواز میکرد. یه چیزیش که خیلی جالب بود من توضیحش رو در آوردم، اسمش کالز بود، یه کلاه که کلاه نمیشه گفت خیلی، یه سری قفس‌های استوانه‌ای بود که کنار شقیقه و گوش‌هاشون آویزون میکردن و این برای افراد خیلی پولدار و مرفه و جایگاه بالای جامعه بود که واقعا قفس سرشون میکردن. و دیگه حالا افراد پایین‌تر هم کمترین حالت و ساده ترین چیزی که داشتن این بود که مثلا تاج گل دور سرشون میذاشتن و حالا همون کلاه‌های حصیری و شپرون و اینا، ولی این قفسه رو خودم خیلی دوست داشتم. حالا یه سری دیگه از کلاه‌های اون دورانم عکسش رو براتون میذارم. یه نکته دیگه که خیلی مهمه توی این بحث سرپوش ها اینه که همه جای اروپا پوشیدن استفاده از هر نوع سرپوشی، حالا چه از مدل سادهش گرفته چه پیچیده‌اش، برای زنها اجباری بود و تنها جایی توی اروپا که میتونستن از هیچ سرپوشی استفاده نکنن توی ایتالیا بود فقط، که خیلی از زنها حالا چه مجرد چه متعهد موهاشون رو میپیچیدن، دو دسته میکردن میپیچیدن، پایینشو با روبان یا طناب میبستن و بعد اون دسته های پیچیده شده یا بافته شده رو دور سرشون میپیچیدن که هم موقع کار کردن راحت باشه هم قشنگ باشه، که هنوز هم این مدل رو ما خیلی میبینیم و همین که خب دیرتر کثیف شه، چون موقعا که مثلا نبود حالا هر روز دوش بگیرن و روغن بزنن و برسن و اینا، ولی تنها جایی که حجاب اجباری نبوده توی قرن 14 در اروپا ایتالیا بوده و اونجا ولی خب باز هم زنای پیر و بیوه‌شون همون ویمپل و ویل و اینا رو که قبلا راجبش گفتیم استفاده میکردن، یا موقع کار یا مثلا توی خونهشون و اینا دستمال‌های پارچه‌ای خیلی ساده مثل دستمال سر دور سرشون میپیچیدن، اما این هم اجباری نبوده، خودشون دلشون میخواسته که انجام بدن. خب مثل همیشه بعد از لباس‌های مردونه و زنونه میریم سراغ کفش که برای هر دو جنس یکی بوده شکلاشون. هنوز کفش راست و چپ اختراع نشده، ما اینو میدونیم و کفشا توی این قرن حالا جدا از اونایی که گفتیم برای جوراباشون زیره چرمی میذاشتن، کفشایی که بدون جوراب بوده هم معمولا از چرم ساخته میشده
و خیلی مد بوده، با اینکه توی قرنهای قبلا بود بهتون گفته بودم، ولی توی این قرن هم باز دوباره خیلی ترند شد که هرچی نوک کفش نوک تیزتر باشه، شیکتر، گرونتر و اینا. و حتی انقدر مثلا نوک اینو تیز میکردن و خب کفی که نداشتش، همش چرم بود، برای اینکه اون جلوش شکل خودشو نگه داره و اینا. معمولا حالا یا با سنگ یا با پارچه های سنگین یا با هر چیزی که دم دستشون بوده این جلوی کفش رو پر میکردن تا جایی که پا باشه که اون شکل نوکتیز خودش رو حفظ بکنه. و یه چیز دیگه هم که توی این قرن کشف کردن اینه که یه سری پاپوش اینا داشتن، یا حالا همون کفش روکشی مثل صندل. یعنی شما فکر کنید اون کفشایی که از چرم بوده، حالا هر چقدر نوکتیز بوده، هر چقدر جلوشون رو پر میکردن میپوشیدن، بعدش یه کفه چوبی که روش با حصیر بسته شده بوده با عنوان روکش روی این میپوشیدن که یکم حالت ضد آب بکنه، چون چرما خب اگه بارندگی بوده یا توی چاله‌ای میرفتن، جایی بوده که تجمع آب بوده، اصلا اون ضد آب نبوده. اون چوبیا رو استفاده میکردن که پاهاشون خیس نشه و راحت تر باشن. خب این تمام اطلاعات تاریخ فشن در قرن 14 بود که من تونستم براتون پیدا بکنم. امیدوارم که ازش لذت برده باشید و تا جلسه بعدی که استایل داریم، فعلا خدا نگهدار، میبینمتون.